سلام امام نظرов گشتنگیر و پسر امام نظرов یکی دیگر از لیدرهای غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان که ماه فوریه در راه بازگشت از ترکیه در فرودگاه دوشنبه بازداشت شده بود به 16 سال زندان محکوم شده است. حکم سلام امام نظرов هنوز در پایان ماه ایون صادر شده. او را اخیراً برای ادای حکمش به محبس خوجند انتقال دادند، ولی خبر محکوم شدنش را رادیوی آزادی روز 22 آگوست سال 2022 دریافت و نشر کرد. اتفاقاً 22 آگوست از قتل مرموز پدر او امام نظرов درست 10 سال سپری شد. این فرمانده سابق مخالفین در بدخشان 22 آگوست سال 2012 در روزهایی که در خاروق عملیات حربی جریان داشت در منزلش در محله اوپده در نتیجه ترکاندن نارنجک کشته شده بود. نزدیکان امام نظرov مقامات تاجیکستان را در قتل او عیبدار می‌کردند، ولی مقامات می‌گفتند احتمالاً امام نظرov قربان مناقشه‌های داخلی بین لیدرهای غیر رسمی بدخشان شده است. یکی از پیوندان سلام امام نظرov به رادیو آزادی گفت سلام امام نظرov در دادگاه خود را بیگناه دانسته است، ولی بعد صدور حکمش گفت شکایت نمیبرد که بیفایده است. هنوز ماه ایول خبر آمده بود که بعد صدور حکم زندان سلام امام نظرov مقامات طبق این حکم در پی به فایده دولت مصادره کردن مال و ملک او از جمله خانه و مغازه و تالار ورزشیش در محله اوپده شدند. مقامات درباره حکم سلام امام نظرov رسما شرحی ندادند، ولی قبلا گفته میشد که او با اتهام دست داشتن در قاچاق مقدار بزرگ مواد مخدر بر اساس قسم 4 ماده 200 چندین سال در جستجو قرار داشت.